السلام علیکم بینندگان عزیز، ما یک معادله رو میخواستیم با شما نشان دهیم. نگاه کنید، معادله در اکران شما داده شده است از کتابی خیلی مؤلفی خوبی، مثال های متمتیکی شریگین. معادله حل همین معادله از ما طلب کرده می شود. راه حل این معادله همین که پیش از همه جدا کردن قسمی بطون است از درونی، یعنی که از کسرهایی که در داخل قوس ها هستند. برای این ما چی کار میکنیم؟ کسر اول رو، کسر داده شده رو، قسمی بطونش رو جدا میکنیم. برای این ما یعنی که تغییر یابنده رو به نمود مخرج صورت رو آوردن ما در کار. برای این کار ما می نویسیم 17 طرحی 3 x جمعی 3 با x جمعی 3 خود مخرج را می نویسیم جمعی کسر دوم را نیز چنین تبدیل می دهیم 17 طرحی 2 x جمعی 7 و مخرجش را به تغییر آورده می نویسیم. این چنین کسرهایی که در سمت دیگری علامتی برابری هستند را جدا می کنیم. آنگاه چه حاصل می شود؟ 19 ترکی x مینوسی 4 x پلوسی 4 به نسبت x پلوسی 4. کسر دیگر نیز عیناً همین طور 19 جمع 2 x پلوسی 6 و نسبت x پلوسی 6. اینک دوام میدهیم حل معادله را. از خاصیتی کسر استفاده میبریم که a مینوسی b به یگان 3 باشد. مخرجش ما کسری داده شده را چنین نوشته میتوانیم. پس از اینجا برمی آید که معادله ما چنین نمود را میگیرد جمع 19 17 به نسبت x جمع 3 طرح 3، چون که وقتی که تقسیم میکنیم x جمع 3 و x جمع 3 اختصار میشوند. باز 17 نسبت به x جمع 7 طرح 2 برابر می شود به 17 19 x جمع 4 طرح 1 و کسر دیگر ما 19 x جمع 6 جمع 2 حاصل می شود. اینک معادله ما پس از ساده کردن چنین شکل را گرفته می تواند. 112 جمع 19 ضربی، بیایید 17 را از هر دوی این کسرها هم از این کسر هم از این کسر همچون ضرب کننده عمومی از قوس میبریم. آنگاه چی حاصل می شود؟ 17 1 x جمع 3 جمع 1 x جمع 7 و باز مینوس 3 و مینوس 2 و مینوس 5 برابر می شود. اینک دوام می دهیم. قسم دیگری معادله ما 17 همین طریق 19 را همچون ضرب کننده عمومی از قوس ها می براریم. پس ما خواهیم یافت 19 ضربی 1 تقسیم x جمع 4 جمع 1 تقسیم x جمع 6 و قوس را می پوشیم. مینوس 1 و پلوس 2 در اینجا پلوس 1 باقی می ماند. درست است؟
اینک پس از ساده کنی چی به چی خلاصه می آییم؟ 112 جمع 19 ضربی 17. باید قوس را آزاد میکنیم. برای اون 19 را به هر یک اعضای قوس ضرب زده میگیریم. بگذار همین قوس داخلی استاد. یک x نسبتش x به جمع 3 یک x جمع 7 باز مینوس 19 ضربی 5. در طرف دیگری برابری چی؟ 17 ضربی 19 یک x جمع 4 جمع 19 یک تقسیم x جمع 6. باز جمع 17 رو اینچونین به یک ضرب میزنیم 17 خودش. آنگاه ما چی حاصل میکنیم؟ 19 رو به 5 ضرب میزنیم مینوس 95 میشود. از 112 95 رو ترک میکنیم این 17 میشود و 17 از هر دو طرف اختصار میشود یعنی اصلاح میشود. پس باقی ماند من این قسم معادله و این قسم معادله درست است. از هر دو این طرف 19 ضرب 7 17 ضرب 19 که به هم قیمتی برابر را میدهند یعنی اختصار میکنیم. آنگاه معادله شکلی خیلی ساده رو گرفت. x جمع 3 یک تقسیم x جمع چند 7 برابر می شود با خوش یک تقسیم x جمع 4 جمع یک تقسیم x جمع 6. اینک هم تو همین استاد هم میتوانیم ما این معادله رو حل کنیم. برای این چی کار میکنیم؟ مخرج عمومی میدهیم و حل میکنیم. 2x میشود جمع 10 به نسبت x جمع 3 x ضرب 7 برابری این طرفی معادله ما هم صورتی معادله 2x جمع چند می شود 10 به نسبت x جمع 4 x جمع 6. خوانندگان گرامی به معادله حاصل کرده ما اهمیت دهید. وقتی که چنین معادله ها می آیند معادله های کسری راهی قلای همین است که یعنی عددی خردترین و کلانترین به هم گروه بندی کرده شوند و عددهای مابینی مثلا 4 و 6 به هم گروه بندی کرده شوند. این حل معادله را خیلی آسان میکند. اکنون در دوام معادله اکثر بچه ها چیکار میکنند؟ 2x جمع 10 و 2x جمع 10 را از هر دو طرف اختصار میکنند که این خطا است و این برای سبب می شود به گم شدن و از بین رفتن یکی از ریشه ها. بنابراین ما چی کار میکنیم؟ 2x جمع 10 را برابر 0 کرده یکی از ریشه ها را میابیم. چون که 2x جمع 10 در صورت کسر است و صورت کسر به صفر برابر شده میتواند و از اینجا یکی از ریشه ها را یابیم. این به مینوس 10 تقسیم 2 به مینوس 5 برابر می شود. اکنون باقی ماند چی؟ یعنی ماند x کوادرات جمع نگاه کنید x کوادرات جمع 6x جمع 4x جمع 10x جمع 4 ضرب 6 24 در یک قسم و در قسم دیگر باقی ماند x کوادرات جمع 10x جمع 3 ضرب 7 10x جمع 21. اگر نگاه کنیم اگر این معادله حل ندارد چون که اعضاهای یک خیله اصلاح می شوند 24 9 برابر است و 21 پس این معادله معنا ندارد. این معادله قسمی باقی مانده این معادله مقصدی من معنا ندارد
و جواب یگانه معادله ما چی است؟ جواب